بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان عزیز. امید که خوب و صحتمند باشین. خب دوستان عزیز، در این جلسه ما مرکبات حرف ه را تمرین میکنیم که حرف ه با بقیه حروف به چه صورت نوشته میشه. خب از جمله حروف هایی را که با ه تمرین میکنیم حرف ه با ب هست. خب حرف ه با ب به این صورت نوشته میشه که ابتدا حرف ه را به این شکل درست میکنیم، به این شکل، بعد ب را متصل میکنیم. به این صورت. بعد حرف ه با ه هست که به این صورت نوشته میشه. حرف ه را با ه اول، ه بالا را اولی را به این شکل نوشته میکنیم تا این قسمت. بعد ه دوم را به این شکل متصل میکنیم به این صورت. خب بعد حرف ه با دال هست که حرف ه با دال به این صورت نوشته میشه که ابتدا حرف ه را به این نوشته میکنیم به این صورت تقریبا بالای خط، بعد قسمت پایین را با فشار زیادتر قلم بعد دال را متصل میکنیم به این شکل. و بعد حرف ه با حرف ر هست. حرف ه با ر ابتدا ه را در بالا به این شکل درست میکنیم، بعد ر را متصل میکنیم به این شکل.